بعضی علماها میگن که بعد ماه شریف رمضان 6 روز با روزه گیرید بعد عید. در بابت همین چیز شما چی میگوید اون؟ اینا علماها نمیگوید برادر عزیز، اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتگیه. در صحیح مسلم ثابت است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر. کسی ماه رمضان روزه می‌دارد سپس 6 روز از شوال پیرو می‌کند، یعنی جمع می‌کند بر دم 30 روز یا 29 روزی که از رمضان داشت 6 روز از شوال دارد، یعنی بعد عید، گویا که وی روزه سال داشته است. برای چی؟ 30 جمع 6 36 36 ضرب 10 هر یک روز ما الله تعالی 10 و حساب می‌کند 360. یعنی گویا شما یک سال پر روزه داشتید. یک روز رمضان به 10 روز برابر است و شوال همین قدر فضیلت دارد که شوال هم یک روزش به 10 روز برابر است. بنابراین 6 روز از ماه شوال بعد عید، روز عید روز خوری هست، روز داشتن منع است. پگاه عید الکی میتونید یعنی 6 روز آخری شوال دارید، فقط شوال 29 روز حساب کنید برای آنکه یکی 29 شده ماند، اگر یک روزتون به ذوالقعده میماند. برای همین کوشش کنید 29 روز نشده پیشتر دارید. 6 روز پی هم داشتن هم ممکن، یک روز میدارید یک روز میخورید، یک روز میدارید 2 روز میخورید، همین خیل کرده داشته دادن هم ممکن. المهم از ماهی شوال 6 روز روزه دارید شد. فهمیدید؟